السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، الله سبحانه و تعالی هر یک کدام ما و شما را توفیق بندگی عطا بفرمایه و برای راست هدایت میکنه از تمام بلاها و فتحها. هر یک کدام مسلمان، هر یک مهاجر، هر یک مسافر، هر یک غریب، الله هر یک کدام ما و شما را نگهبان باشه. این حال در ما یعنی قرآن عکس رفته است در داخل مسکو و خارج از مسکو. میتونید که انشاءالله که زنگ بزنین. قرآن های دو پرام دیگه نموده قرآن ها در ما این حال عکس رفته است انشاءالله 350 روبلی داخل مسکو و نزد متروها میتونن که انشاءالله کوریر قطعی با واسطه کوریر میتونن که برای شما دستفکه کنیم. رقم های در روی اکران میبینین، میتونن که در همین ها زنگ بزنین و انشاءالله برای شما مجا و مکان شما رو برده رسانده میتوانن انشاءالله. و یک سه خاص به خاطر الله کردیم و تو اینکه شما ببینین و میرا خریداری کنین و قرآن را تلاوت کنین، یعنی از ذکر یاد خدا دور نباشه تو اینکه با تلاوت قرآن باشین. باز انشاءالله قرآن ها رو میارن. قرآن های تجویدی هستن، خیلی هستن. داخلش مثال حرفای ساوز و سرخ کرده گیان در اینجاش گفتگی چه رقمی میخونی همون را باز این حال نمیبیارن شون انشاءالله. 350 روبل قرآن یعنی ارزان. کوریر هست اینا ببینین، یعنی بنهایت قرآن های خوبان الحمدلله. مصحف التجوید یعنی قرآن های تجوید اینو، یعنی در گوجهش که مثال کشدن در کار، در گوجهش خیلی کن در کار با زبانی تتری و با زبانی اروسی نوشته شده. همگی 350 روبل عکس سوپر عکس رفته است. میتونید که انشاءالله که زنگ بزنید، رقم ها در روی اکران. همیشه انشاءالله که ما در تماس هستیم. خداوند هر یک ما شما رو نگهبان باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.